بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، خواهر که شما مشاهده میکنین 2 تا بچه‌ک و 3 تا دخترک داره، طفلکای دیگهش نیست و شوهر اینا تقریبا 7 سال قبل در زیر دیوار در سر کار که میکنه، دیوار سرش چپه میشه و بعد مدتی مریض میشه، وفات میکنه. زندگی سخت و دشوار را خانواده تجربه میکنن، کسی دیگه نیست که در کنار اینا کمک کنه یا سرپرستی کنه. ما فعلا مواد را خریداری کردیم که آرد و روغن و بوره چای نخود و قیماق خرما و مواد دیگه است. در واقع اینا از این مواد مستفید شدن. کسانی که در این امر خیر سهم گرفتن، الله متعال بهشان اجر پاداش بده. لینک ها مشاهده میکنین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.